خیلی‌ها نگرانن که این تعطیلی و معطلی تا کی؟ درمان‌ها و ارائه خدمتتون کی آغاز میشه؟ دوباره کی شروع به کار میکنید؟ من شب و روزم با یاد و خیال و دغدغه بچه‌های تحت درمان میگذره. هر روز که از صبح بعد از نماز صبح شروع به کار میکنیم تا 11-12 شب پیگیر کارا هستم. هر روز به دلیل پیگیری و دوندگی‌هایی که از بعد از نماز صبح شروع میشه و تا 11-12 نصف شب ادامه داره، آسایش جسم ندارم و به دلیل توقف درمان بچه‌های تحت درمان و نگرانی پدر مادرها و درد دلایی که میکنن و سختی‌هایی که دارن میکشن، آسایش روحی هم از ما گرفته شده. اما حقیقتاً تاریخ مشخصی برای شروع به کار و ادامه کار درمان‌ها نمیتونیم بگیم. عزیزانی که اینجا پرونده دارن و ما در خدمتشون بودیم بهتر میدونن در طی این 20 سال حتی از یک نفر هزینه ویزیت گرفته نشده و باز همون عزیزان مطلع هستن. هزینه داروهایی هم که از مراجعه کنندگان گرفته میشد به قدری پایین بود که بعضیا شک می‌کردن که واقعا هزینه واقعی دارو همینه. یعنی عملکرد 20 ساله ما اینو ثابت میکنه که ما یه مجموعه تجاری نیستیم و اگر خیریه هم نباشیم انتفاعی هم نیستیم. چون هدف بنده از ورود به درمان معرفی ظرفیت طب اسلامی و معرفی ظرفیت طب اهل بیت اطهار به مردم جامعه بوده، نه برای تجارت و کسب درآمد از محل درد و رنج انسان‌ها. بعد از اینکه تغییر ساختار و ایجاد یه زیرساخت در خور شأن مراجعه کننده بسیار هزینه بره و تا اینجا که کار پیش رفته به مدد خیرین این کار انجام شده و از این به بعد هم به لطف الهی این کار به مدد خیرین انجام خواهد شد. حتما الان به ذهن بعضیا خطور میکنه که چرا ویزیت نمیگیریم؟ این کار هم مخالف عهد و اعتقاد شخصی بنده است و همین که ما بیمارانی داریم که تو پرداخت ویزیت هم مشکل دارن و ما قصد خجالت زده کردن این بیماران هم نداریم و نمیخوایم حتی زمینه‌ای فراهم بشه که بیمار به خاطر بیپولی انصراف از درمان فرزندش بده. بعضی‌ها میگن از خیرین کمک بگیریم. تا همینجا هم با کمک خیرین کار به اینجا رسیده. اما کدوم خیرین؟ خیرینی که به شرط نوبت‌دهی خیر میکنن؟ نه عزیز من، به این خیر نمیگن. اگر از شما که پول داری پول بگیرم تا به فرزند و عزیزت وقت بدم، جواب اون بیماری که از روستاهای خوزستان یا سیستان یا آذربایجان تو نوبت هستند و چی بدم؟ خیرینی به ما پیشنهاد کمک دادن تا حتی 70 میلیارد تومان، اما به این شرطی که چقدر برای ما داره و از این دست خیرین و افراد. اما هستن خیرینی که به طور ناشناس برای رضای خدا بدون هیچ توقع و بدون هیچ شرطی و بدون هیچ چشم‌داشتی که کمک کردن و کمک میکنن. کمک این افراده که چراغ این مجموعه رو تا به حال روشن نگه داشته و اجر این افراد از من کمترین که مشغول درمان بچه‌های لاعلاج هستم کمتر نیست.